سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امشب قرار با هم گردشی داشته باشیم در اطراف استخر لاهیجان. امروز چهارشنبه 4 تیر ماه و ساعت حدود 9 شبه. لاهیجان عروس گیلانه و از قشنگترین شهرهای شمال ایرانه. از دیدنی ترین جاهای این شهر میشه به آبشار شیطانکوه و مجموعه استخر و همچنین جزیره وسط اون اشاره کرد که تا پاسی از شب هم مملو از جمعیته. ما در این ولاگ به اطراف استخر یا همین دریاچه سری خواهیم زد. قبلا هم ولاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی این شهر در کانال قرار دادیم که در پلیلیست شهر لاهیجان کانال ما موجوده. لینک پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. امیدوارم که از این گردش شبانه لذت ببرید و تا آخرش با ما همراه باشید. این روز تعطیلی هم چرا خاموشه؟ یه عوض تلفنی در اومده. کار برام. بیا لاهیجان بیفته. چون دیروز بارون بود باز خیلی مسافر نیومد. بعد اینجا باید قیامت بشه. خسته نباشه. خیلی ممنون. هوا خنکه. اینجا که تاریک زیاد دید نداره، اون جزیره است. فکر کنم بازه. عینک نزدم درونه اینم که شیطانکوه و آبشاره.
هوا خنک، شاید یکم سردم دیگه باشه. چای دایی جان. سلام مخلصم. سلامت باشید. شما خوبید؟ اینجا بوی لبو میاد، چیز بوی باقالی میاد. شلوغ ماشاءالله. Online. شلوغ. خیابون مطهری بهش میگن. بهش قشنگ‌تر خیابون لاهیجان.
خدا رو شکر چیز بازه جزیره سخت شما شروع ها یک دو سه الو هیچی نداریم نگاه بدیم Vay antibaktası. بین الحرمین و یک عکس بین الحرمین خاصی نداره فضای سبز دو هفته پیش اگه اشتباه نکنم کنسرت خواننده یادم راغب کنسرت داشت روز ملی چای هم چیزی جشنواره ملی چای اینقدر جمعیت بود جزیره رو بستن یارو با قایق رفت نمیتونست بره وقتی کنسرت تمام شد کنم قایق بگیره که میشه لوتکا هم چیزی ده لوتک یا لوتکا این فضاش اونم که خیابون امام رضا این قایقا رو تازه آوردم تا رو ندیدم نه قایق اجاره یه بود من ندیدم فعال بشه این هم سیل غربی جزیره هم همینجا اجاره میدم چون اون سمتی من دیدم اجاره میدم همینجا اجاره میدم نه نفرت بعد در سوار قیمت بده روش 4 نفر 400 تومان 2 نفر 200 هر 15 دقیقه تقریبا زل غربیه
چرا میگم غربی؟ چون خورشید داره غروب میکنه اینوری میره پایین. انتهای خیابون مطهریه. اینجا معدن بستنی آب میبست. این هم تو زل غربیه. این تقریبا جزیره تو زل جنوبی میشه. براتون بگیرم. نیست. این خیابون مطهری، این همون آب میوه و بستنی ها. اون راستا اون خیابون هم که میخوره به شیشه گران. بلاگ از شیشه گران ها گذاشتم. اینجا همیشه یه نمایشگاه صنایع دستی داره. دستی فرامرز که 2 بار رفتم نداشت فیلم میدید. یه بار گذاشت تست محل خودش را میدم. اینجا تقریبا میشه زل شمالی. اینجا پینگ پونگ و شطرنج و اینا بود. اینجا میشه دورترین نقطه به شیطان کوه. چیز چرخ و فلکش هم معلوم رو گفت که جهاد شطرنج بازی می‌کنن. خدایی شهری که دلت بگیره هر تایم روز شب بیای جا آدم هست. اینو قدم بزن.
این رستوران زیبا که میبینی یکی از رستوران قدیمی لایجان. هوا که خوب میشه اینجا دست فروش ها بساط میکنن، همه چی هم داره. همین که مثلا لباس ندارم تختی این خیابان امام رضاه. قبلا یه بساط فوت استریت بهش میگذارن، بازارچه‌ای بود جمع شد تا یکی دوتا. بریم میشه زل شمالی. جالب اینه که اکثر مسافران من دیدم اینجا ترکی سوار. همین قایق اسمش نمیدونم چیه، تمرین به هیئت قایق سواری. کیک دنیا داره میخواه ایخ یا نه چک داره نه قصه. میگه اینجا خدای شاعری کمه. اینجا یه حاجخانه اونانی گرم میکنه، همیشه اینجا حاضر. انواع خوراکی پارک بازی بچه ها همیشه شلوغ.
اون ماشین شارژی اجاره میده. کتمه داغ دارن. چایی ها اینجا مدد ذرت مکزیکیه. یکی بود میگفت که ذرت مکزیکی اینقدری که تو ایران کار ایجاد کرده خود مکزیک نکرد. چال 14 چنده 14 19 الان مینی ها رو جمع میکنم. پس رشت اگه بود الان همه وسط بود. نه اینطوری اینجا شهرداریه، اینجا میدون خزر، میدون گلستان ببخشید. جاجی بابیشکا داره. کلی وسایل قدیمی داره. به فیلم برداری نمیشه ممنون. موزه برای خود. برگر خیلی خوبه، پیشنهاد من اونور بود. من خودم دو سه بار اومدم واقعا اینجا هم که